سلام و صد بدرود و درود. بعد از اندی سال اومدیم یه ویدیو دیگه درست کنیم همراه با آقای سهیل عزیز، یکی از دوستان بنده که امروز افتخار دادم توی سعی کن نخندی با ما شرکت کنم. Oh my god! Wow! میخوایم یه ویدیو سعی کن نخندی بگیریم درجه 1 و مجازات این سری. خیلی خوبه واقعا. پیداست؟ میخوایم بسوزیم مدل تون نیست. انشالله که بعد این ویدیو واسه اینم دستپخت سهیل جان درست کردیم. آقا اول بازی من قوانین رو میگم که دیگه شبهه‌ای هم پیش نیاد. خیلی ساده است. شما نگاه میکنی ویدیو، یکی شما میذاری یکی من میذارم، یکی سهیل میذاره یکی من میذارم. اون کسی که به ویدیو اون یکی بخنده حتی تو ویدیوی خودت هم نباید بخندی، اما نگاه کردن و اینا آزاده. لبخنده یه ذره مشکل نداره، دندونات پیدا شه یا استعداد بیاد صدات در بیاد خنده حسابه. تموم شده رفت. برو بریم. اوکیه؟ اوکی. هر باری هم که خندیدی مجازات داریم. کار تمام. برو بریم. کی اول شروع کنه؟ پالان پولون پرین کنیم؟ من که اصلا مطمئنم هر کاری دوست داری شما اول چی کار کنیم؟ خواهی سعی کنم نه شما شروع کن، من خودم مطمئنم. من شروع کنم؟ بله. پس لایک و کامنت و ساب یادتون نره. بریم سراغ ویدیو. بعدی قبلیه کو بیا تو ببخش من نوبت ماساژ داشتم. میدونم عزیزم مکانیکی که نیست. چی بوده نوبتت؟ هپی 50 تومن. بگم شو پایین. یه گم شو پایین. هپی بوده؟ بله. بخوام هپی تا هپی همینجا بمون بخوام بکن. بس اینجا؟ بعد 50 تومن مشکل نداره. روغنا بردی به خودت؟ نه گفتن داری. گوه خور. دیگه قبلیه. قبلیم چی پرسیدی 30 تومنی بود مرد. چرا؟ 30 تومنی همون خشک من 4 تومن گرفته یه میشه. باشو؟ بله. من حالت نمی‌کنی. باشو نه کسی نری بگی جای این رازی نبودی یا بدون سخت‌تر از اون چیزی بود که فکرشو می‌کردم. لعنت خودمو کشتم. خیلی سخت بود. خیلی سخت بود. خدای بخیر نگذره. آقا خیلی بزن. آب درمو آقا بود. بزن. یادت بهت گفتم دیگه این دنیا به درد نمیخوره. یه روز بالایی یه روز پایینی. تو داشتی عشقم از من میگرفتی، داشتی خانواده‌م از من میگرفتی، ولی من یاد نگرفتم که بدی و با بدی جواب بدم. من خوبی میکنم، بهت هم بی احترامی نمیخوام بکنم، بی ادبی هم نمیکنم، فقط میخوام حسمو بهت بگم. میدونی حسم الان چیه؟ اینه. بای بای ما رفتیم که فقط کسافت گربه نه خوب نبود. نه خوب نه خوشم نمیاد. ضعیف بود. این ملوش بود دیگه. ضعیف سطح بود. پایینه. ضعیف بود عزیزم. تو سطح ما نیستی. یه دقیقه. تو سطح ما نیستی. Don't they eat? نه به هیچ عنوان. Are you serious? So where did we get this from? ببینن شما رو اینا میگی. ملوش بود. خوب بود واقعا این نسبت. برو بعدی. بدو. مسابقه سختی. خیلی جدی منم فکر کردم واقعا راحت طرف نمیدونم. خب خیلی خوش اومدی خاله جان. ممنونم عزیزم سلامت باشی. کجا میری شوهر خاله؟ دارم میرم دستشویی. باشه. آره شوهرم منوچهر همه کاراشو با آرامش انجام میده. صدا آرامششه. والا خسته حسابم. آقا من تماسای ویدیو چک دارم در این ویدیو. چند بار لبخندشو دیدم. چرا تمام نمیشه؟ گفتم حالا اینو زد دیگه بعد دوباره یکی دیگه میزد.
دوباره آقا من تماشای ویدیو سکس دارم چند بار لبخند شما دیدم میخنده پاره باید بشه. تو گفتی یه لبخندم حسابه. خب آره چون ما خیلی سخت میخندیم حسابه ولی خب تو الان لبخند نه. زدی اینجوری قشنگ چند بار شد. آقا نه حساب نیستون. چرا قش شب بازی میکنن؟ اگه نگفتی بیاد هم خوبه بیارم اینجا شب بازی میکنن شب بازی میکنن بازیش عالی شده. داره میلرزه داره از ترس فقط حیف مونده به لغمه افتاده حیفم زد. خب آقا از اینجا به بعد دیگه من میتونم هر طرف مقابل میتونه بخنده یعنی تو میتونی برای خندیدن طرف مقابل تلاش کنی دیگه چاره ای نیست. سخته بابا نامرد نکنید. خب نه اینم بذار تو نمیتونی من الان بخندی چون من نوبت من توه نوبت کیه؟ بذار خب بذار من با تو بخندم یعنی من نمیتونم بخندم. نه الان نه از بعدی من که من شروع شدم دست کن توی جیب من و کلید رو بردار سمت راست ساده یالا زود باش همجوری لبخند بزنم راحت این کلید نه آقای سهیل خان نگرشون دار من اومدم چی شده؟ چرا دیدی که داره آرامش اینا تلاش میکنن که فکرم دعواشون شده قدرشون باید سری برم میگه قرار دادی؟ آره دیگه یه هویی شد دیگه اشکال نداره بیا من برای یه میکاپ سریع انجام میدم برو میگه میخوام برم صدرجون دعوا باشه کانسیلر کانتینر چیه؟ من نمیدونم میخوام برم دعوا یه میکاپم کن تا منو دیدن بشاشن تو خودش یه میکاپ کن منو بدون با دست بلندش میکنم این کثیف کاریه چیه؟ توف میزن برق لب یه جوری بزن که ببین بترسن منو دیدن آره دیدن بترسن گناهات بزن عجله کن بچه ها رو الان میزنن زود باش سینم که بوی خوب بدی بوی خوب میخوام چیکار کنم میخوام برم دعوا نمیخوام که برم خواستگاری که نگاه کن زود باش با حرف بزن سرامه مواظب خودت باش این چیه خب من اینجوری برم قدرشون دعوا خب منو میگیرن او بخند دیگه لعنتی بد نبوده چرا نمیخندی؟ او سوپا سرد شد آره دیگه چرا مقادر بچه ها رفتیم امروز یه جا غذا اینو دیدم من میگم من ویدیو ما همه رو دیده برم ساق بد بدن از اینا هرس میخوره 6 و 900 غذا سفارش دادی این انقدر درازه من میتونم ببرم جا سفره امشب پهن کنیم روش بشقاب بذاریم غذا بخوریم ای زهر مار زامبی به چی میخندی؟ تو نوشابه زیرو میخوری معدت سکته میکنه واسه چی رفتی مالاگا محیط سفارش دادی؟ معلومه نمیدونی کدوم بود داشت زیاد خوب نبود آره چون تو فکر میکردی لابستر همون توماییه که میرزن تو رو به گوجه اینقدر که این تو جا میشه تو ذخایر ایران تو سیلوهاش گندم جا نمیشه مرد شور دیگه نبرینش دیگه نبری مگه منو نبری که باید بری تو رستوران میام کنی همه غذا رو بزنم چون من خودم سالم که همیشه حساب میکنم سکته دارم میکنم قرآن جبران میکنم یا برای پیس رو گردنم ریخ چه میخوای جبران کنی حل شد نفری باختی میبازونمه شده قلقلکت بدم اینجا میبازونمه دیگه آقا قلقلک مجاز نیست ببین من قبول نمیکنم هر چی میره جلوتر سخت‌تر میشه نه من این شرط بازی من قلقلک قبول نمیکنم بدنی نه بدنی رو من قبول اگه به ویدیو آخر نزدیک من هر کاری از دستم بر بیاد بدنی که آقا نامردیه بدنی نه آقا سلام خسته نباشی چکرم بفرمایید دو تا سینگل می‌خواستم سلامت باشی 2 تا سینگل این 2 تا خوبه
خندیدی؟ دارم میگم اینو دیده بودم نمیتونی. نه خیلی خندیدم ویدیو چک کردم. لبخند زدی. اصلا گردی نه شرمندتم. تو بدتر از این سر ویدیو اول من لبخند زدم. مثلا چی کل گفتم من دیده بودم. خیلی لبخند زدم. اینم به آوانس دادم. آوانسی نداشت اصلا لبخند نزدم به خودی. آقای سعیدی جان داور برای همچین موقعی میگن داره تقلب میکنه. خیلی سخته که برو. نفس افتاده. برو حالا با کرشمه ببین بعد اینو نه بشکن نزدم. نه این ویدیو سر دراز داره میشه. حساب سن سال منم بکن مستشار. خدایش هم دیده خنده دارتره. می‌بینی ویدیوش ویدیوش پیش آه خدای سکانس فیلم و اینا یه چند تا نس ها اینجا که آب نباتو با پلاستیکش میکنه دیگه ندارین از اینو؟ آفرین شما اینا چجوری حفظ کردین؟ همین دیالوگا رو تو الان واقعا داری تمام تلاش نمی‌کنی منو بخندونی تو تخم چشی طرف نگاه کن بخند تو فایده نداره هار باید بخندی ویدیوی تو دارم به رقیبم کمک نه میکنم ایشون هم ویدیوی با مازده داره هم خیلی تمرین کرده قبلش من میدونم من هیچ تمرین من تکذیب میکنم من هیچ تمرین نکردم خدا شاهد یه ویدیو بعدی اینم دیده بودم فایده نداره کی؟ نه بابا نه قولش میدن حالا یه قولش میدن الان جامپ اسکیر داره دیدی چی شد؟ دیدی؟ خیلی 20 بار دیده بودم فایده نداره رایا فقط دلم میخواد بلد نباشی یا آخرین خلیفه عباسی که بود؟ میا خلیفه. چرا میزنی؟ تو نمیدونی چرا زدمش خودش فهمید. سوالی که میپرسم درست جواب بده. صفات بعد یزید را بگوی. شرب خمر میکرد، زید بازی میکرد، سگ بازی میکرد، قمار میکرد. اینا که صفات باباته. کیه؟ اون تلاش کنم من بخندم دیگه ته تلاشم خواهی تو سرت مدیرتونه. واقعی یا چه؟ زر نزن بابا پاش برو قایم شو میگه 3 روز مدرسه نیومدی داره میاد دنبال تو. بابا راستی تو برو قایم شو. 3 روزه بهشون گفتم تو مردی. نه خوب اینم مقاومت سری ویدیو خوب نظرت چی بود راجع به این ویدیو بود آخرش خیلی خوب فکر نمی‌کردم اون بیاد واقعا فکر نمی‌کردم اون بیاد ولی خدایی یه زن اصلا لبخند میزنی به خدا خودت متوجه نمیشه ولی لبخند سلام شما برق دارین؟ برق ما الان برق خونمون قطع شده. نه تو اداره برق دارین؟ میشد ما پتون رو بیاریم اونجا بخوابیم ما داریم میمیریم طوری نی؟ خدا که نه آب داریم نه برق کرونا گرفتیم میخوایم داروام رو بخوریم چشمون نمیبینه چه کدومش حالا بخوریم کدومش صبح هم باید بریم کار در بیاریم قبض برق رد کنیم چکار کنیم؟ کی میادی برق سروش باده رو؟ آجا یه 10 دقیقه یه رب دیگه بحث میشه نیم ساعت پیشم گفتین یه رب دیگه این چی دیدش پل دستت 2 دقیقه قوم دستت نبسن بالا ما یه ساعت دست رو نبشتیم ما دوباره قطع آجی کلیدش که دست ما نیست که پس دستی چیه؟ اینا از پستای فوق توضیح قطع میشه یه کاریش نمیشه بکنیم به قرآن پشه کشتم خدا شاهده آجا شما همین نیست یه رو پیش تماس گرفتی گفتی من تا صبحی تماس میگیرم من اگه امشب نخوابیدم ها یه قبض یه رو دیگه بحث میشه من عذرخواهی میکنم ای خدا او بخند خدا بخند خسته شدم احساس میکنی به عضلات اگه دیگه وای نخندی تو دیگه نمی‌خندی عضلات صورتت داره فشار میاد آها نه قبول نیست قشنگ داریم مسخره تو گاگولی من چیکار کنم؟ باش
دیدم خودش بده؟ نه هیچی نگی فقط ببین هیچی نگی بابا بذار حرف نه نزن حرف چی گفتن تو حرف بزن؟ حالا اینو به من بده. توی چیز گیر میکنه لا درخت از تو در رد میشه از درخت گیر میکنه. آره نه چجوری بود؟ آها آها نه از پشت نبود. هیچی دیگه یخی بزن. لبخند میزنید ناموسن یه لحظه زدی نگرش داشت خب میتونم نگه دارم نه خانم که نگاه کن اون رو دیدم گیر کرده دیدی ببر رو علی کلم گیر کرده دیگه قشنگ لبخند زدی بابا لبخند بابا ویدیو رو بیار من خواستم اینو اثبات کنم قشنگ اینجوری کردی دیگه خب من میمیکه صورتم اینطوریه برو بابا تو داری تقدم داری میخندی نه خندی خب با نباید بخندی الان تو سوخت از خنده من خندت دیگه حساب نیست نه بابا ویدیو تمام شده زودتر از قبل از که ویدیو تمام شد خندی آقا من قبول من باز نمی‌کنم من دیگه این لحظه باز نمی‌کنم داری لبخند میزنی قشنگ داری میخندی حتی تو ویدیو حرف میزدم من حاضر اینو بیاری که قبل ویدیو قشنگ باشه آقا ولی خب اون خنده از ته دلم بود خب چه ربطه لبخند زدی برو بعد آقا این اگه نخندیم تا آخر من میخورم باشه عجب آدمیه خدا بسوز از زندان سوخت قلم بسوز از زندان سوخت قلم دوست دخترم مادر شد و من هنوز پسرم اگه پسری دست بزن ماشاءالله خب دقت نکردی این چرا قشنگ اینو تمام شدن نخیر نگاه کن بسوز از زندان سوخت قلم دوست دخترم مادر شد و من هنوز پسرم اگه پسری دست بزن ماشاءالله میتونم بهش بدم برو آقا حق نوری رو برو بک بده ای لا دیوار بری ای بری زیر تریدی رفت چی به درک چرا به من چه کی بالا که گذوش رفت که دنبال چاقوش میخواد قلمشو بتراشه اینطوری دیگه هر وقت اعصابش میرزه به هم باید یه کار هنری بکنه هنرمنده جوری اینا گوش کن بیا چیکار داری میکنی؟ ببین نفس کشم ولی لبخند نداره لبخند حتی صدای خلاص میاد قشنگ داره میاد خب بیا خب کاری نداره چون خیلی نفس کشم داداش ای بابا سلامتون عزادار سوراخ شد دستم داره خوب نمیبینه میگه به خدا اینا همش فشار عصبیه خب دیدم چه جوری ببینم این صداش فقط قشنگ بود بابا بخند جهنم شده بودی نه آجی تو میزنی بو بوده برش نه آجی زدم بو نداشتی تو میدونی دیگه بو نداره مطمئن؟ آها بزنم الان که قش میکنه مطمئنم تو بزن این مدل زیادی تو میگم این بو داره تو میگی من پوفیوز به تو میگم این بو داره میگی بو نداره من پوفیوز به تو میگم این بو داره تو میگی این بو نداره بازم دلم گرفته گریم اختیاری نیست آخه جو بخند بسم الله الرحمن الرحیم داداش من این بالا گرفتم خوابیدم سلام آقا جعفر سلام آبجی بفرمایید خدمتتون من کله پاچه میخواستم بسیار عالی زبون بذارم توش بله سعیشم بذارم توش بله آبشو بریزم توش نه دیگه بی ناموس کارتو برکن برو یه دوش آب سرد بگیم دای چی کار میکنی یه کله پاچه میخواستم داش
داش داش داشم من داش 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 داشم من. بده کجاست اومد؟ مامان کجاست؟ آقا امروز می‌خوایم بهت چالش بدیم. علی با صدای دختر رو پدرت زنگ میزنه و پیشنهاد دوستی رو پدرت بده. ببینیم ریاکشنش چیه. اوکی شما؟ بریم آقا. خب از شماره پدرت رو بده به علی. رنگ شغل پدرت چیه؟ من پدرم املاک داره. خب آقا پدرش املاکی، مثلا زنگ بزنه ببینیم ریاکشن پدر املاکی چی میتونه باشه. الو سلام. حالا چطوره خوبی؟ فردا چند قابلت دارم آقا راستیتش من 2 شب پیش از جلو مغازتون رد شدم بعد شمارتون رو تابلو مغازتون برداشتم خوشم اومده بود ازتون همین الان تکلیف من رو روشن کن الان بدجایم دیگه نمیتونم باید صحبت کنم قبول کرد خب باشه اوکی من پس فردا میام میبینمتون دیگه بابا منتظری کی تو؟ آفی کرد محمدم بابا. یکی بچه ها داشت امتحان میکرد. محمد تویی؟ نه محمد من فکر کردم نگاه کن من میدونستم تویی. میدونستم توی دیوس بابا یعنی وای خیلی نزدیک خنده است. میگه بعضی وقتا برای اینکه انسان بره به جاهای بزرگ برسه باید یکی هلش بده زهر مارش زهر شد میده دسته بعد اون غذا رو نمیشه خورد بیار اثبات کن. سالیا نه این گوشت هم قشنگ منتظر یه بارم من تا ویدیو تموم شه بخندم. آقا نه کم زیاد باید بخوریم کم بخوریم بس که